سلام علیکم بیننده های نازنین جان، شما جور بخیر سلامتی خوبه که جانمان شما جور بشه، از ما میتون نگران و پریشان نباشید. ولی دیروز یک چند دقیقه پارک آمدی که خوشتر شنه، ولی چندان خوشتر نشد. از خودی از همکار ما بشنوید. چی رقم چی دو دختر؟ سلام دوستای عزیز، حالتان خوبه؟ انشالله که این ماه رمضان به خوبی و خوشی سپری کنید. دیگه آمدیم دیروز در پارک با هم بچه ها درگیر شدم، داشتم بازی میکردم دیگه. انگشتر نمیفهم از دستم افتاده یا یکی بچه ها گرفته، هیچ متوجه نشدم، همین داخل پارک گم شده. دیگه شب ما متوجه شدم دیگه، وقت هوا تاریک شده بود نتونستم بیایم. باز دوستم گفتم خیلی بیا بریم یک دفعه بگردیم دنبالش ببینیم پیدا میشه یا نه. اگه حلال بوده که پیدا میشه دستای نازنین، اگر نبوده دیگه فکر نکنم که حال یک انگشتر گم شنه و هم طلا باشه مردم رو پیدا کنه و رو پس میده. اگر ما هم باشم راستیش نمیدیم انگشتر طلا پیدا کنم دیگه. آدم رو چی نه خب چون یک وسایل کوچیک هست زیاد جلوی دیده چشم نیسته. حالا همون جایی که نشسته بودیم و میرم میگردیم اگه پیدا شد که خوب، اگه نشدم که خیر است. ما از همسایه پرسان کردم که امسال چه سالیه؟ گفته امسال سال مار، پارسال سال موش به زیاد خرابکاری شد، مار دبل گنج خوابمون نمیشه. یعنی میتی امسال پر برکت نکنم انگشتر از تو طلا بوده موره مار برده گنج بیده موره امیر رقم شده کی رقم شده یا ببینیم که پیدا میشه یا نه. اگه قسمت باشه که پیدا میشه، اگه نه که خیر اگر نشد باز خدا مهربانه و یک پول جمع یک مقدار ما یک مقدار خود یک دیگر در خیر انشالله که هرچی که خیر ما بود. در این پارکوی چی بوده؟ اون طرف بوده. خب دوستا همراه ما باشیم، ما بگردیم ببینیم پیدا میشه یا نه، باز همراهتان هستیم. روی اگه گیرت رفت حالی از گیرست حالی اون طرف هم بگردیم ببینیم. بچه ها رفته دکتر، بچه ها رفت نمیشه بازی کرد. حالی روزی چند نفر در این پارک نیاد. نه بابا روزی چند نفر میه اینجا. حالی ویره کی بود که نبود خوش به حال شد. خیر نراحت خودم نشه، حال قسمت نبوده پیدا نشده ونی خیره دیگه مجرم یک چند دقیقه موری اونجا یک همشهری دیده میشه چیشو؟ یک اون طرف هست یک گپ بذاریم ببینیم که خانم یا آقا؟ نه خانم است. سلام همشهری خوبی جان بجوره؟ سلام چطور؟ خوب همشهری سلامت یار شما خوبه؟ سلامت باشی شکر. خوشحال هستیم که شما رو میبینیم. سلامت باشی من خوشحال شدم. دازی شما دازی شهر میشنید که آمدید؟ آره ما هستم یک دوسته ما مشاکم اینجا آمدم. از کجا آمدید؟ از افغانستان. افغانستان ولی راه هستی استفادم بید؟ آره. دوستا ببخشید اونجا ویدیو رو قطع گرفتیم. خب همسر شما چی وقت است که اینجا آمدین؟ تازه آمدین که؟ ما یک دوسته ما مشه دیگره آمدم. ما همینجا دیروز آمده بودیم بچه ها رو در پارک آوردیم دیگه. امی بچه ها با اینه بازی میکردم نمیفهم چرا خیلی که اینا دستم کشید انگشتر ما یا که افتاده نفهمیدیم. شب خانه رفتم وقت متوجه شدیم. شما این طرف ها شاید زیاد بیاین ندیدیم کدام انگشترشی؟ ما دیروز نمادم امروز آمدم آره میجی یک دانه آلمانی زیاد حرف زد برابر که من نفهمیدم به خدا آلمانی بلد نیستم. همین ددیس اشارت کرد دیگه نفهمیدم. ما گفتم خدا چی میگه نکنم ما انگشتر شما پیدا کنم باشه. چند بلد تاس خورده که گفته دیس خورم دیگه تو کال مرا لال نکنم. نه اوترم که نبود. یا گفته اینطور که چند سال شده ماری. آره دیگه همون تر اشارت کرد در ناخنای خود دیگه ما نفهمیدم.
که منظور از او چی بود. خبر داری که مهاجر زیاد سلام علیکم میگیرن. آره دیگه. افغانیا بشه. افغانی هر جای برو سلام الله و الویسر خریلگر میه. به زبانی سخت اگر نه من اشارت بنده خدا کرد دیگه من متوجه نشدم دیگه بازایی که درفت. خب خیر است دیگه. نه راستی او رو هم در آدم در پلیس بوده یا ازش ندارن نگه چی رقم از باقی پیدا میشه انشالله. اگر شاید هم اینجا باشه دنبال زنه بگرد. یک زن میان سال بود اینجا بازم بگردیم دیگه. زیادم تر نشته 1-2 ساعت داری شده باشه از وقت. انشالله که اگه پیدا شد که خوب دیگه اگر نشد که مشکل نیست خیر است. یک نظر در گردان تو بگیر خیر اگر مو پیدا شد یا غریب کمک کرد. آره میگم حتما چرا که نه همیشه همین کار انجام میکنم. بریم زنه را اگر پیدا تا نیستم که آلی ما به زبان چندان نمیخوانیم در یک نیم کلمه اگر باشه آلی تو چند ساعت پیش دیگه حدود 2 ساعت شاید شد 1.5 ساعت 2 ساعت. تا چند دقیقه دیگه هم بشینیم در پارک ببینیم پیدا میشه یا نه. نه زن پیرزن بود شاید اگر شما رو بفهمم شاید دیده دیگه. چه بیا خانه از ما بیا شماره که چند دمو شماره تلفن خودم بگید تو خانه از ما بیا یا مو خانه از تو امو آره بیا دفتامت صحیح من شماره تلفن خیست نیستم باز میدم. باشه باز من شماره تانه بشیم. تشکر خوشحال شدم از آشنایتان. همچنین ما زیاد خوشحال شدیم که باشه. سبا خانه مو خانه است بیا تو خانه از ما بیا. فهمم دیگه که ماه رمضان ماه خوشواز دیگه عرف که ما دیم خدماتشون بسیار سلامت بشه خوشحال باشم. شریف خدا من طرفای ما خوشحال میشیم. تشکر. خب دوستای عزیز هموطنای گلم دیگه امروز که پیدا نتونستیم ببینیم که چی میشه. خب دوستای عزیز دیگه پیدا نشد انگشتر. خب خیر است بازم یک چند دقیقه باز دنبالش میگردیم دیگه. امروز که وقت ما خلاص شد دیگه خیلی مواظب خودتان باشین. خوشحال هستیم از اینکه با ایتان هستیم دیگه. شب و روزتان خوش. خدا نگهدار تا برنامه بعدی که انگشتر پیدا میشه یا نه دیگه. اگه شد که خوب اگر نه که مشکل. شما یک دعا کنید خیر ببینید. فعلا شب روزتان خوش. خدا